شانیزو نگاه کن. چت آخه این منو تو بازی چت برم میدی چت آخه نمیزون. خوراکم این بازی سپ داشته باش. میدونم چجوری این بازی رو جلو بیارم. یه زمان به من میگفتن پرهام اسکوید جیم. خوراک من اینجور بازی ها بود دیجی. آفرین به خودم. درود به خودم. درود بر اون شلوار سبودی. بابا اون انگوشتشو. آقا به من چه ربطی داره؟ اون انگوشتشو گذاشته رو بیسکویت، من نمیتونستم ادامه اونو برم. بابا این بازیش تاکتیکیش بیشتر تکنیکیشه. بابا این بازیش باگ داره. این بازی سبودیه. این بازیش کتله. بابا اونجا بیسکویت برم انداختی چت. بعد رو چت نمیتونم اونجا ایدامش بدم. چرا؟ نه چرا؟ خب چیزوره من اون بازیش باگ داره. این بازیش با باگ ایزدیواز کرده. میفهمی چی میگم؟ این بازیش با باگ ایزدیواز کرده. میروم. امروز روزی هستش که هر کسی بیسکویتش اضافه بود بیاره من بیسکویتاشو بخونم دیجی. این خوبه. میگه 30 ثانیه وقت داری. من فکر کردم بیشتر وقت، شاید تایمم تموم شد دیجی. مردم. بابا این چی وضعیه؟ چرا من مردم؟ بابا این بازی یا باگ داره یا نمیذاره اون بازی شده فشاره. چه بازی